نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از این برنامه شما عزیزان، برنامه آن روی سکه. حقیقتش من در برنامه این هفته نمیخواستم موضوع خاصی داشته باشیم، بلکه ترجیح میدادم مانند بعضی از هفته ها که برنامه رو به شما عزیزان اختصاص میدیم، به شبهات و سوالات عزیزان پاسخ داده بشه. اما در لحظات قبل از برنامه عزیزانی کلیپ رو برای من فرستادن که در مورد این کلیپ صحبت بکنید و این شبهاتی رو که این شخص مطرح کرده پاسخ بدید. به خاطر همین در این برنامه کلیپی رو پخش میکنیم خدمت شما عزیزان و در موردش صحبت میکنیم. همونطوری که میدانید چند هفته قبل دهه‌ای بود به نام فاطمیه که خلاصه آخوندا به سر کله هم دیگه زدن و شیعیان بیچاره و بی‌بضاعت رو با ناله و فریب و دروغ‌های تاریخی شوراندن که بله فاطمه زهرا رو کشتن و بستن و در آتیش زدن و خلاص از این دروغ‌هایی که همیشه اینها در طول تاریخ ارائه دادن و مردم رو به وسیله اون فریب دادن. جالب است که بعد از این قضیه مدتی بعد یک مناظره ای رخ داد بین یک آخوند اردستانی بود فکر کنم و بین یک آخوند دیگر و این آقای اردستانی یک سری دستگلایی رو به آب داد که به مزاج آخوندهایی که سالها مردم رو فریب داده بودن و دروغ گفته بودن که بله فاطمه زهرا رو به شهادت رساندن و اینا خوش نیامد. ایشون اومد با براعتی، با سوالات موجه و عقلانی که بارها از طرف اهل سنت مطرح شده این قضیه رو به چالش کشید که همچین وقایع تاریخی باید درش بحث بشه، بررسی بشه، تجدید نظر بشه، امکان نداره که همچین چیزی اتفاق افتاده باشه و یک سری حرفای دیگری که ایشان در اون برنامه مطرح کردن. اما بعد از اون حرفایی که ایشون زد و بعضی از شبهاتی که مطرح کرد سر و صدای بزرگی در رسانه ها و در بین شیعیان ایجاد شد که ای وای ای با ویلا این آقا اومده و این مسئله رو انکار کرده. دوستان عزیز، هر انسان عاقلی چه اردستانی باشه چه غیر از اون این سوالات براش پیدا میشه که چرا واقعا همچین اتفاقی افتاده در صدر اسلام و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در اون موقع کجا بوده، چرا یک عکس‌العملی نشون نداده، چرا از زنش دفاع نکرده و سوالاتی که همیشه اهل سنتی رو در شبکه ها مطرح کردن، علما در منابر مطرح کردن و به این وسیله
شروع کردن به فحش دادن و توهین کردن به این آخوند خودشون و طبیعتاً در شبکه نور بعضی از عزیزان برنامه‌ای در مورد اون مناظره و صحبت‌های این آخوند داشتن که من اصلاً در مورد اون صحبت نمی کنم و به اون موضوع نمی پردازم. اما یک آخوند دیگری که ایشون اومده و این مسئله رو یک بار دیگری مطرح کرده با ناله و با آه و سوز دل که بله همچین اتفاقی افتاده و دلایل زیادی از کتب اهل سنت و شیعه وجود داره. با همین کلیپ رو میبینیم و من کمی سرعتش رو بیشتر بکنم که بتونیم این رو با هم زودتر ببینیم و خلاصه تماسهای شما عزیزان رو هم داشته باشیم. با همین کلیپ رو نگاه میکنیم. این دردناکی که در رابطه با حضرت صدیقه کبری و آتش زدن خانه ایشون و تعرض به ایشون نقل میشه واقعیت داره یا نه و آیا تحلیل ها و ابهاماتی که در این زمینه وجود داره درسته یا نه، اینکه با کدوم منطق سازگار هست که علی بن ابی طالب در خانه بشینه و همسر حامله و پا به ماه و جوان خودش رو پشت در بفرسته و او با نامحرم ها و مردان جنگی روبرو بشه و این فاجعه به بار بیاد؟ چرا علی باید در خانه بشینه و بعد از اینکه همچو هزینه سنگین رو پرداخت میکنه بیعت بکنه؟ چرا از همون اول بیعت نمیکنه؟ یا پرسش هایی هستن که در این جلسه میخوایم بهشون بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شما عزیزان. امیدوارم هر جا که هستید در پناه خدای متعال باشید. در این جلسه میخوایم یکی از پرسش های کلیدی و حساس بپردازیم. این شخص اسمش از حجت الاسلام محمد تقی اکبر نژاد. خب شاید بعضی از عزیزان بپرسن که چرا این آخوند مثل این مرغایی که پر و پوستشون میفته چرا اینطوری عمامه و عبا و قبا نداره؟ این بیچاره بدبخت تو بعضی از برنامه‌اش به مقام عظما خورده گرفته بود و در مورد بعضی از سیاست‌های حکومت ایران صحبت کرده بود. این بیچاره رو خلع لباس کردن، مثل این مرغایی که پراشون رو میکنن همین کارو کردن باش، عمامش و عبا و قباش رو برداشتن. این آخونده حجت الاسلام و المسلمین و از علمای مطرح و رسانه‌ای ایران هست. ببینیم که چی میگه. اونم مسئله‌ای که مربوط به حضرت علیها هست و حوادثی که بعد از پیامبر اسلام نسبت به ایشون اتفاق افتاد. خب می‌دونید این مسئله بسیار مسئله کلیدی و بحث برانگیزیه و به مسائل اساسی اعتقادی بعد از پیامبر اسلام که باعث تفکیک امت به شیعه و سنی شد ارتباط جدی پیدا می‌کنه. در حول این مسئله چند تا سوال اساسی مطرح هست که از زیر هر یک از اینا مثل دیوار و اینها اساساً از نظر تاریخی اتفاق افتاده یا نه تصور کرد که مرد غیور و توانمند و با معرفتی مثل حضرت امیر توی خانه باشه و همسر ایشون اگر بیعت نکردن و این هزینه گزاف رو دست خودشون و خانواده‌شون گذاشتن. من برای اینکه داره همون جریان مناظره رو شبهاتشو داره مطرح میکنه، به خاطر همین از این قسمت میگذریم تا جایی که ایشون میاد شبهات رو مطرح میکنه، از اونجا شروع میکنیم و انشالله پاسخ میدیم. اهل سنت شروع میکنن که ما در منابع اهل سنت این موضوع مهم و کلیدی انعکاس داشته یا نه و این انعکاس در چه حدی بوده. ببینید یه گزارش کلی میدم و بعد موارد رو براتون میخونم. در منابع اهل سنت با اون ظرافت و صراحت و دقتی که در منابع شیعه اومده خب به این موضوع پرداخته نشده و خب جهتش هم مشخصه، چون این میتونه اساس مشروعیت و مذهب رو زیر سوال ببره. شما میدونید اصلا حساسیت موضوع حضرت زهرا سلام الله علیها اینه که نقطه تلاقی اون انحراف بعد از پیامبر اسلام هست و اساسا اثبات این به معنای عدم مشروعیت جریان خلافت بعد از پیامبر اسلام هست و اثبات حقانیت ولایت حضرت امیر هست. اصلا حساسیتایی که روی این موضوع وجود داره به خاطر همین جهته. برای همین ما انتظار نداریم که اهل سنت همه جزئیات رو بیان کرده باشن، ولی خیلی جالب هست که نکاتی رو گفتن که نشون میده که این اتفاق افتاده و اهل سنت اومدن سانسور کردن، اومدن قسمت‌هایی رو از این مسئله رو بیان کردن، قسمت‌هایی رو بیان نکردن و چیزایی رو حذف کردن، پنهان کردن. به خاطر همین در منابع شیعه مفصل این قضیه ذکر شده، اما در منابع اهل سنت انگار که یک سانسور عمدی وجود داشته به خاطر اینکه خلافت زیر سوال میره، مذهبشون زیر سوال میره و اینکه خب
خیلی حرف احمقانه ای است. اگر قرار بود اهل سنت سانسور بکنن، کل قضیه رو پاک میکردن، اصلا از بین میبردن. مثلا در مصادر اصلی اهل سنت همچین موضوعی اومده، کلا روایت رو پاک میکردن به جای اینکه سانسورش بکنن که فردا برای مردم شبهه ایجاد بشه. اصلا میشه مگر یک روایت تاریخی رو تحریف کرد، سانسور کرد، از بین برد، به چشم مردم خاکستر پاشید، بگی که نه همچین چیز اتفاق نیفتاده؟ امکان نداره. طبیعتاً در یک مغاره اتفاق نیفتاده همچین چیزی. اگر اتفاق افتاده باشه در داخل یک شهر بزرگی و در حضور ده‌ها هزار نفر اتفاق افتاده و این مسئله رو هرگز نمیشه سانسورش کرد، پوشاند. به هر صورت اهل سنت میتونستن که اینو کلا موضوع رو اصلا پاکش بکنن، نیستش بکنن اصلا. اگه شما یه قرآن رو گرفتن تحریف کردن، مگر قضیه فاطمه رضی الله تعالی عنها خیلی بزرگتر از قرآن بود؟ شما میگید که قرآن 17,000 آیه بود و در کتبتون اعتقاد دارید که اهل سنت اومدن چیکار کردن؟ قرآن رو تحریف کردن. یعنی این اهل سنتی که تونستن تقریبا 2/3 قرآن رو از بین ببرن، پاکش بکنن، نیستش بکنن، که امروز اصلا آثارش هم وجود نداشته باشه. امروز شما از یک کسی بپرسید که آقا این قرآن کجاست، بگن که والا قرآن نیست، اصلا نیست. کجاست؟ این تقریبا چیزی در حدود 11,000 آیه قرآن رو چیکارش کردن؟ میگن که گمش کردن. اهل سنت این رو گرفتن چیکار کردن؟ گمش کردن. خب اهل سنت اگر قرار بود که مثل قضیه قرآن این مثلا این روایت رو شما خدمت شما ایزان نشون بدم، بله، مثلا در اینجا در حدیث شماره 119 مجلسی میگه پوشیده نماند که این خبر و بسیاری از اخبار صحیح صریحاً در این که قرآن کم شده و تغییر کرده و به عقیده من این اخبار از نظر معنی متواتر و قطعی است. کدام خبر از نظر شما متواتر و قطعی است؟ خبر قرآن 17,000 آیه که الان خدمت شما عزیزان میارم. تشکر میکنم دوستان عزیز. این بالا هست، اینجا روایت 28 از کتاب کافی. ان قرآن الذي جاء به جبريل علیه السلام الى محمد صلی الله علیه و سلم 17,000 آیه، 17,000 آیه. شما یعنی اعتقاد بر این دارین که اهل سنت خیلی از ظرافت‌ها و تفاصیل قضیه شهادت حضرت فاطمه رو تحریف کردن، پاک کردن، ذکر نکردن. شما که اعتقاد دارید که 11,000 آیه قرآن رو تونستن نابود بکنن که اصلا امروز دست شما نرسه، خب اونم میومدن نابودش میکردن، اصلا روایت رو ذکر نمیکردن، اصلا صورت حساب پاک میکردن. مگر زوری بود بالا سرشون؟ مثلا ائمه شیعه که شما معتقد هستید، ائمه شما هستن، زوری داشتن بالای اهل سنت که بیان بگن که آقا شما اینا نگه دارید؟ نه، پاک میکردن همشون. اما همچین چیزی اتفاق نیفتاده. برگردیم به صحبت هایشون. مثلا فرض کنید اینکه خلیفه اول ابوبکر قبل از مرگش و در اون هنگامه‌های مرگ، انسان تو وقتا معمولا صادق‌تر صحبت میکنه و خیلی وقتا به اشتباهات خودش اقرار میکنه. در اونجا هست که این که دارم میگم از تاریخ طبری دارم نقل میکنم، از تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر و العقد الفرید، 3 تا کتاب اهل سنت که شاید جای دیگه هم باشه، من از این 3 تا کتاب نقل میکنم که کتابای موجهی هم هستن. ببینید ابوبکر وقت مرگش اینطور بیان میکنه، کتابی که ذکر میکنه کتابای تاریخی است. همه اینا کتاب‌های تاریخی است و هیچ کدومش کتاب‌های روایی نیست، کتاب‌های حدیثی نیست و کتاب‌هایی است که در اون روایت‌های خوب و بد، ضعیف و صحیح، در تاریخ هر کس هر چی میگه ذکر میشه. الان مثلا من برای مثال آوردم تاریخ مثلا 4 دهه گذشته ایران و افغانستان، شما میتونید یک تاریخ دقیق و صحیح و صریح ازش پیدا بکنید؟ هر کس میاد یه جور روایت میکنه، هر کس به تبع دل خودش روایت میکنه. طرفداران نظام
به نفع خودشون، مخالفین به نفع خودشون، هر کس به نفع خودش تاریخ رو روایت میکنه. اینا کتابای تاریخی هستند، کتابای روایی نیستن. مثلا بخاری نیست، مسلم نیست، کتب سته اهل سنت نیست. این روایت در تاریخ دمشق، در طبری، در عقد الفرید، در همین کتابای تاریخی است. خب روایت چی میگه؟ بیت فاطمه عن شی و این کامو اغلقوه علی الحرب. میگه من دوست داشتم، مثل اینکه آدم این کارو کرده پشیمان، میگه دوست داشتم که لم اکشف، باز نمی‌کردم خانه فاطمه رو. لم اکشف بیت فاطمه عن شی، یعنی هیچ تعرضی به خانه فاطمه نمی‌کردم، اگرچه اونها به خاطر دشمنی با من اون خانه رو بسته بودن. اغلقوه علی الحرب، اگرچه اونها به خاطر دشمنی با من خانه رو بسته بودند، اما ای کاش من اون خانه رو باز نمی‌کردم و رهاشون می‌کردم. یعنی خیلی جالبه بحث کشف خانه رو بیان می‌کنه، یعنی نشون میده که اینا وارد خانه شدن، حریم خانه رو شکستن. یه روشنه دیگه. ببینید تحریف، دروغگویی، این در ذات آخونده. کشف، مثلا ما شاید شنیده باشیم کشف الوجه میگن، باز کردن صورت. کشف رأسها، مثلا موی خودش رو، مثلا چادرش رو از موی خودش برداشت. کشف به معنی هجوم نیست، در شکستن نیست، داره تحریف میکنه، داره با عقل بیننده داره بازی میکنه که حمله کردن و شکستن و آتش زدن، اینا خودش اضافه میکنه. بله، در این شکی نیست که رفتن در خانه فاطمه در مورد کسانی که در اونجا جمع میشدن. کیا جمع میشدن در اونجا؟ در بنابر روایت خودشیه زبیر بود و طلحه بود و عمار بود و مقداد بود و بعضی از کسانی که خلاصه در حزب حضرت علی بودن. من بارها گفتم آنچه که در صدر اسلام رخ داده در سقیفه بنی ساعده و اتفاقات بعد از اون، حتی جنگ جمل، جنگ صفین، همه این جنگ و جنگ کربلا، همه اینا جنگ های سیاسی بوده، جنگ ها سر قدرت بوده. این یک واقعیت است که باید قبول بکنیم. جنگ هایی بوده که با حضرت علی میخواست خلیفه بشه، رفت قرکت تو خونه نشست، 4 نفر دیگه هم تو حزبش بودن اومدن کنارش نشستن. همونایی که بعدا حضرت علی در جنگ جمل با طلحه و زبیر جنگید و طلحه و زبیر رو کشت. یعنی طلحه و زبیر با حضرت علی جنگیدن، در جنگ جمل به شهادت رسیدن، حضرت علی اونا رو کشت. یعنی نشون میده که این جنگ اعتقادی نبوده، جنگ سر امامت و نمیدونم امامت الهی و منصوص و فلان. این جنگ سیاسی بوده، جنگ سر قدرت بوده، سر خلافت بوده. من دوست دارم من خلیفه بشم. حضرت علی دوست داشته خلیفه بشه، قدرت رو دوست داشته خلیفه بشه. که انسانی است که دوست نداشته باشه. ابوذر که متقی ترین صحابه بود، یک روز اومد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه فتوحات شده بود و بعد از فتح مکه اینه، یا رسول الله به منم یک امارتی بدید، یعنی منم یک جای امیر تعیین بکنید. ابوذر متقی پرهیزگار، اونم دوست داشت که یک منصبی بگیره. این طبیعت انسان است. هر انسان دوست داره صاحب مقامی بشه، صاحب منصبی. کسی که میگه نه من دوست ندارم تو خونه بشینم، منم پولو دوست دارم، نه قدرت دوست دارم، نه منصبو دوست دارم، داره دروغ میگه. این ربطی به تقوا و پرهیزگاری نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوذر چی گفتن؟ یا ابوذر انت امرؤ ضعیف، تو یک آدم ضعیف هستی، و انها امانه و یوم القیامه حسره، این امانت از روز قیامت حسرت است، تو نمیتونی، تو آدم ضعیف هستی. و زندگی ابوذر همین بود که انسانی بود که خلاصه نمیتونست در امور سیاسی، از امور سیاسی سر در نمیابد. یک ملای عادی بود، متقی بود، پرهیزگار بود، از پرهیزگارترین صحابه بود، در این شکی نیست. و در اوصافش پیامبر صلی الله علیه و سلم حرفای زیادی گفتن رضی الله تعالی عنه، اما نمیتونست اداره بکنه، نمیتونست حکومت بکنه. و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هم قدرت رو دوست داشت، مثل بقیه انسان ها، مثل ابوبکر، مثل عمر، مثل عثمان، مثل طلحه، زبیر رضی الله تعالی عنهم اجمعین. این به معنی نیست که اینها انسان قدرت پرست بودن، یعنی هوا و هوس قدرت رو داشتن. نه، به طبیعت هر انسان است که خودش رو فکر میکنه شایسته یک مقام و منصبی است. به هر صورت اینجا میگه که کشف وددت لم اکشف بیت فاطمه، یعنی سیدنا ابوبکر میگه کاش که همون 4 نفرم نمیفرستادم که به اونها این هشدار رو بدن که آقا بیایید با جمع مسلمان ها بیعت بکنید. قضیه اجباری هم در کار نبوده، فقط اینا جمع میشدن و این که جمع میشدن در یک جایی
بر علیه یک حکومتی که تشکیل شده، از نگاه خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه جزای این گونه انسان ها کشتن است. حالا اونم خدمتتون نشون میدم. بذار حرف این تموم بشه. باز نمی‌کردن خانه فاطمه رو. بعد خودش میگه با اینکه اونها بسته بودن خانه رو، دقت می‌کنی، یعنی نشون میده که ایشون داره اذعان میکنه که ما متعرض این خانه شدیم، خانه رو باز کردیم، حریم خانه رو شکستیم و وارد خانه شدیم و خود ایشون اظهار پشیمانی میکنه که این اشتباهی بود که من کردم و این در منابع اهل سنت اومده. یا مثلا قضیه این بررسی سندی میکنیم، همین روایتی رو که ایشون ذکر میکنه طبق عادت آخوندها، ایشون مسئله ای رو که مطرح میکنه اصلا به سندش نمیپردازه. ما میریم روایت رو بررسی سندی میکنیم که این روایت دوستان عزیز اگر نشون بدن اینجاست. روایت طولانی است. دخلت علی ابوبکر رعود فی مرضی، و در انگام مرضش بود، در حالت رحلت بود. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کسی میره پیشش میگه که کاش که خیلی از کارهایی رو ذکر میکنه که تنها این قضیه نیست، چیزای دیگری هم هست. میگه ای کاش این کارو نمیکردم، یا ای کاش در اون روز سقیفه خلافت رو قبول نمیکردم، میگذاشتم که ابو عبیده یا عمر خلیفه میشدن و ما برای اونها وزیر میشدم. ای کاش وقتی که خالد بن ولید رو برای جنگ اهل رده فرستاده بودم خودم هم باشون میرفتم، الی آخری بعضی کارهایی که کرده، ای کاش این کارو میکردم، ای کاش اون کارو میکردم. در این روایت دوستان عزیز، راوی ابوبکر صدیق، روایت حیثمی مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 205، فیه الوان ابن داود بجلی و هو ضعیف، آدم ضعیفی این حدیث رو روایت کرده و اکثر آثاری که میگه که این روایت میکرده آثار ضعیفی بوده. طبرانی هم همین رو ذکر کرده، معجم کبیر جلد 1 صفحه 62 و العقیلی هم در ضعفای کبیر خود در شخصیت 4807 این رو ذکر کرده که این شخص چی است؟ ضعیف است. و همچنین روایت دیگری که هم روایت شده، اینو هم در اسنادش اسناد مضطربی داره که راویش عبدالرحمن ابن عوف است. از دو طریق که روایت شده، هر دوی اینها روایات ضعیف السند هستند که این آخوند بهش استناد میکنه. خب دوستان عزیز، این در مورد این دروغش در مورد این روایت و اینکه به یک روایت ضعیف استناد میکنه. تشکر دوستان عزیز. ادامه بدیم که بعد از این چی میگه آخوند. تاریخ طبری به این معنا آورده، تصریح نکرده که آتش زدن، ولی تهدید به آتش زدن آورده. طبری نمیگه که خانه را آتش زدن، ولی تصریح میکنه که خلیفه دوم عمر در تهدید کرد، فقال والله، قسم به اسم جلالی الله میخوره، عمر لیحرقن علیکم او لتخرجن الی البیعه، یا خانه‌تون رو آتش میزنن یا اینکه باید برای بیعت از خونه بیاید بیرون. یعنی خوب تصور بکنید، یعنی طبری که جزو بزرگترین مورخین اهل سنت هست داره اذعان میکنه که این خانه که خانه رسول الله بوده. یعنی ببینید شما کره زمین رو میگشتید، مدینه رو میگشتید، هیچ خانه‌ای که اینقدر اتروبوی پیغمبر رو بده وجود نداشت. نه همه قبول دارن. خانه‌ای که در اون دختر دردانه پیامبر اسلامه. ببینید اینجا این آخوند داره چیکار میکنه؟ روایت طبری رو ذکر میکنه و در روایت طبری میگه که اومدن تهدید کردن برای چی؟ برای آتش زدن خانه. بیاید این روایت رو ما با هم ببینیم که در این روایت چی میگه. دوستان عزیز، من این روایت رو خدمت شما عزیزان بیارم. این تاریخ طبری است دوستان عزیز اگر نشون بودن در جلد 3. روایت طولانی است که در اینجا قضیه بیعت رو داره کلا تاریخش رو ذکر میکنه. بعد میگه که این روایت آتا عمر
ابن خطاب منزل علی، عمر اومد به منزل علی و فی طلحه و زبیر. طلحه و زبیر اونجا بودن. من ببینید چرا در شروع صحبت‌ها گفتم این یک قضیه سیاسی بود. همین طلحه و زبیری که در خانه علی بودن و بیعت نکردن، همینا رو حضرت علی در جنگ جمل کشت. حضرت علی اینا رو کشت. به خاطر چی؟ به خاطر قدرت، به خاطر خلافت. پس قضیه دینی نبود، قضیه امامت منصوص الهی نبود که اینا میخوان تصویر بکشن. و رجال من المهاجرین، به تعداد از مهاجرین. در اینجا اصلا ذکری از قضیه علی و فاطمه نیست، که انه قضیه اصلا به علی و فاطمه ربطی نداره رضی الله تعالی عنهما. کی بوده؟ طلحه بوده، زبیر بوده و رجال من المهاجرین، چند مردی از مهاجرین بودن و طلحه و زبیر بوده. فقال، عمر گفت والله لا احرقن علیکم او لتخرجن الى البیعه، خونه رو سرتون آتیش میزنم یا برید بیعت بکنید. فخرج علیه الزبیر مسلطا بالسیف، زبیر شمشیرش رو کشید و به طرف عمر حمله کرد. فاثر فسقط السیف من یدی، لغزید پاش، شمشیر از دستش افتاد. فوثبوا علیه فاخذوه، بعد از اون حمله کردن و بهش گرفتنش. ربطی اصلا به علی و فاطمه نداره. یک دلیل لایتش اسپک برای خودشون در تاریخ تبری گفته که خانه ربطی به فاطمه و علی نداره اصلا. قضیه طلحه و زبیر و تعدادی از مهاجرین هستن. حالا اصلا این روایت رو بررسی سندی نمی‌کنیم که انه 100% صحیح است. میگه بله، اصل روایت درست است که اومدن گفتن تهدید کردن، همین که تهدید با آتش زدن کردن. عمر اومده تهدید با آتش زدن کرده. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اگر کسی بیعت نکنه رو میدونید تهدید به چی کرده؟ تهدید به قتل کرده. گفته باید گردنش زده شود. مثلا مهاجرین و انصار جمع شدن با کسی بیعت کردن، 1-3-4 نفری رفتن بیعت نکردن، سر باز دادن. گفته باید سرشون بریده بشه، یعنی سرشون رو بگذارن رو چیز، با شمشیر تق بزنن سرشو ببرن. علی میگه، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، در کجا؟ در نهج البلاغه، کتب اهل سنت؟ نه خیر، کتب خود شیعه. به خاطر خلافت باید گردن طرف زده شه. بله، علی میگه باید کسی که مخالفت با بیعت مهاجرین و انصار بکنه باید گردنش زده شه. دوستان نشون بدن این نهج البلاغه، اینم ما ننوشتیم، کتاب خودشون است. اینم شناسنامه‌اش در ایران هم چاپ شده، اتفاقا مترجمش هم یک آخوندی است. نامه 6 نهج البلاغه. دوستان عزیزا، قبل از اینکه بخونم بعد ببینیم چی میگن. نه، این نامه رو برای معاویه نوشته. نامه رو برای معاویه نوشته، اما گفته که اگر مهاجرین و انصار جمع شدن و کسی رو امام خود تعیین کردن، در این امر رضای خداوند است. حالا تقیه کرده، برای معاویه نوشته. حضرت علی دیگه نیاز نبود به الله دروغ ببنده. انه بایعنی قوم الذين بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوا، قومی با من بیعت کردن که با ابوبکر و عثمان و عمر و عثمان با همان شرایط بیعت کردن. فلم یکن للشاهد ان یختار، کسی که شاهد بوده در بیعت حق نداره کسی دیگری رو اختیار بکنه. ولا للغایب ان یرد، و کسی که در بیعت غایب بوده، مثلا توالت بوده، جایی بوده رفته بوده، گردشی شکری کجایی رفته بوده، نتونسته بیاد بیعت بکنه، حق نداره که قبول نکنه، بگه نه خیر من چون نبودم قبول نمیکنم. و انما الشورى للمهاجرین والانصار، شورا از آن مهاجرین و انصار است. فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلك لله رضا، اگر جمع شدن و مردی رو به عنوان خلیفه خودشون تعیین کردن، امامشون تعیین کردن، کان ذلك لله رضا، این در این کار رضای خداوند است. فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه، کسی اگر در این بیعت اینها، بیعت ابوبکر و عمر و عثمان و علی، طعن وارد میکنه یا یک روش دیگری رو انتخاب میکنه، بدعتی رو به وجود میاره، ردوه الی ما خرج منه، به زور برمیگردانش بر اون راهی که از اون راه خارج شده. فان ابا، اگر این شخص ابا ورزید، نه من بیعت نمی کنم فلان، چیکار بکنین؟ دوستان عزیز خوب ببینید، قاتلوه میکشنش، علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین، چون که این شخص راه غیر مؤمنین را انتخاب کرده است. کسانی که اونجا جمع شده بودن، از بیعت خلاف کرده بودن، در بیعت ابوبکر صدیق حاضر نشده بودن،
اینها اتباع غیر سبیل مؤمنین کرده بودن، یعنی از راهی پیروی کرده بودن غیر از راه مؤمنین. شاید الان بعضی از دوستان شیعه بگن که حالا این شما ترجمه کردید، شاید اینطوری نباشه. بفرمایید. این ترجمه خود آخوند رو براتون میخونم. چی میگه؟ همانا کسانی با من بیعت کردند که با ابوبکر و عمر و عثمان با همان شرایط بیعت کردند. پس از آن که در بیعت حضور داشت نمیتواند خلیفه دیگر انتخاب کند و آن کس که غایب بود نمیتواند بیعت مردم را نپذیرد. همانا شورای مسلمین از آن مهاجرین و انصار است. پس اگر بر امامت کسی گرد آمدن و او را امام خود خواندند، خوشنودی خدا هم در آن است. حال اگر کسی کار آنان را نکوهش کند یا بدعتی پدید آورد، او را به جایگاه بیعت قانونی باز میگردانند. اما اگر قبول نکرد چی کارش میکنند؟ بفرمایید. اگر سر باز زد با او پیکار میکنند، میجنگند باش، زیرا که به راه مسلمانان در نیامده. یعنی بیعت نکردن با امام و خلیفه مسلمان ها کفر است. بنابر رأی حضرت علی، حضرت علی داره تکفیر میکنه کسی رو که با خلیفه مسلمان ها که مهاجرین و انصار با او بیعت کردن بیعت نکنه. هر کسی که بیعت ابوبکر و عمر و عثمان رو قبول نداشته باشه بر اساس فتوای نهج البلاغه امام علی کافر است. خدا هم او را در گمراهیش رها می کند. هم کافر است هم گمراه. به جانم سوگند ای معاویه، اگر دور از هوای نفس به دیده عقل بنگری، خواهی دید که من نسبت به خون عثمان پاکترین افرادم و میدانی که من از آن ماجرا دور بودم، جز این که از راه خیانت مرا متهم کنی و حق آشکاری را بپوشانی. با درود. این آخوند با این همه ناله و آه میگه که تهدید کردن. حضرت علی میگه بکشید. عمر تازه اومده گفته آتیش بزنید. میگه نه، گردنشو بزنید. اصلا کافر هستین، گمراه هست. خب دوستان عزیز، ادامه سخنان حضرت آخوند را بشنویم. دستشو بوسید، دختری که پیامبر احترامش میکرد، دختری که پیامبر وقتی از سفری از جنگی برمیگشت قبل از اینکه به همسران خودش سر بزنه اول به سر میزد و اینها و نوه های پیامبر، خصوصا حسنین که مردم میدونستن چقدر مورد احترام پیامبر هستن و جان پیغمبر و برادر پیغمبر و داماد پیامبر علی بن ابی طالب علیه السلام، همشون توی دونه خونه بیرون و بیعت میکنید یا خونتون آتیش میزنن. و این تهدید رو ایشون تا اینجاش آورده. همین که طرف مقابل ما که طرف دعواست تا این مقدارش رو همراهی کرده برامون کافیه. یا مثلا فرض کنید توی انساب الاشراف از کتب اهل سنت، الملل و نحل شهرستانی، این بحث ها باز به یه شکل‌های دیگه آمده. مثلا فرض کنید انساب الاشراف اینجوری میگه فجاء عمر و معه فتیله. عمر آمد سمت خانه حضرت زهرا در حالی که دستش فتیله بود، یعنی آتش بود. فالتقته فاطمه علی الباب فقالت فاطمه یا ابن الخطاب اتراک محرقا علی بابی. که حضرت فاطمه سلام الله علیها اومد دم در و به او گفت یا ابن الخطاب. عمر لقبش ابن خطاب بود دیگه. گفت که آیا من ببینم که تو در خانه من رو داری آتش میزنی؟ اتراک محرقا علی بابی. قال نعم. گفت بله من این کارو میکنم. و ذالک اقوا فی ما جاء به ابوک. خیلی چیز عجیبیه. میگه که و این برای تقویت دینی که بابات آورده بهتره، یعنی که من در خانه تو رو آتش بزنم، این برای تقویت دین پدرت اقوا هست، بهتر هست. خب اینا تا اینجاش آوردن، نگفتن که آتش زدن. مثلا بعضی گفتن که بعد اینکه این تهدید شد علی آمد و بیعت کرد. میریم دوستان عزیز همین انصاب بلازری رو میبینیم که ایشون در مورد این قضیه چی گفته. بله دوستان عزیز، این کتاب انساب الاشراف است. در صفحه 268. گرچه همه این روایت ها روش حرف و حدیث هست، اما ما همانطوری که هست میایم اینجا نشونتون میدیم. ان ابابکر ارسل الى علی یرید البیعه فلم یبایع. ابوبکر کسی فرستاد که یا علی بیا بیعت کن، بیعت نکرد. فجاء عمر از جمله پیروان ویژه سیدنا علی است. سبحان الله. یعنی حضرت علی
در نامش نهج البلاغه میگه که قضیه مهاجرین و انصار وقتی بیعت میکنن کسی که بیاد غایب بشه بیعت نکنه باید گردنش زده بشه. این سیدنا عمر به اندازه پیرو علی هست که مو به مو حرفای علی رو چیکار میکنه؟ اجرا میکنه. چی میگه؟ فجاء عمر اومد و معه قبسون، به امراش یک مشعلی بود. فالتقته فاطمه علی الباب، فاطمه جلوی باب روبرو شد باش. فقالت فاطمه یا ابن خطاب اتراک محرقا علی بابی، ای ابن خطاب آیا میخوای خانه من رو، در خانه من رو آتش بزنی؟ قال نعم، گفت بله. ذلك اقوا فيما جاء بی ابوک، این به خاطر اون آخوند خبیث چی میگه؟ این اقوا بما جاء بی ابوک، این به خاطر آتش زدن خانه تو است که به دین پدرت کمک بکنه. این منظور اینجا این است که به خاطر اسلام است. فیما جاء بی ابوک، پیامبر صلی الله علیه و سلم پدر فاطمه زهرا رضی الله عنها به چی آورده بود؟ اسلام رو آورده بود. حضرت علی هم اونجا میگه که میگه کسی که مهاجرین و انصار باش بیعت بکنن رضای خداوند در اون است، کسی که غیبت بکنه باید گردنش زده بشه چون که گمراه شده. و جاء علی، در همین اثنا علی اومد، فبایع، رفت با حضرت عمر رو بیعت کرد. میدونی چی گفت؟ قال، علی گفت بابا جان عمر یعنی اینقدر جدی نگیر دیگه، من میخواستم بیام بیعت بکنم، من تو مشغول جمع کردن قرآن بودم. این قسمتش آخوند نمیخونه. كنت عزمت ان لا اخرج من منزلی حتی اجمع القرآن. عمر جان میبخشی والا من مشغول بودم، با خودم تصمیم گرفته بودم تا قرآن رو جمع نکنم، مرتبش نکنم، چون پیامبر تازه فوت کرده بودن، تا قرآن رو جمع نکنم از خونه خارج نشم. حالا که شما اصرار میکنید بفرمایید. نه شما بفرمایید. میگه نه شما بفرمایید. خلاصه با هم دیگه رفتم بیعت کردن، قضیه تموم شد. اما چیه؟ آخوند بیماردل باید دیگه خدا گاهی اوقات سوال میکنم چه با محبت اینها شاید رفته باشن اونجا حالا بیعت کرده باشن. درسته تو دل حضرت علی بود که دوستش خلیفه بشه، از خونه خارج نه علی جان تو بفرما، نه یا ابن خطاب تو بفرما، رفتن بیعت کردن تموم شد رفت. و علی مردی نبود که بره به زور بیعت بکنه، با رضا رفته بیعت کرده. کسی که در خیبر اون قهرمانی‌ها رو کرد، در خندق اون قهرمانی‌ها رو کرد، شیر خدا، امیر مومنان، حیدر کرار، کسی مجبورش میکرد برای بیعت؟ والله نه اون علی که شما معرفی میکنید اون علی واقعی است، نه اون عمری که شما معرفی میکنید اون عمر واقعی است. قضیه در همینجا تموم میشه. بعد ببینید که اینا چقدر بهش پردازش دادن که آقا این شد و فلان شد. بریم ادامه. این که قبول دارن که بله آتش آورده، آتش دستش بوده، تهدید کرده و امثال اینها، اینا برای ما کافیه. یا الملل و نهل شهرستانی تصریح به سخت کرده که در اثر ضربه‌ای که عمر میزنه ایشون بچه‌ش سخت میشه. چنان آهی میکشه چون بیننده شیعه بیچاره جاهل که داره نگاه میکنه چی میگه؟ این درون این آخوند آتیش گرفته، زغال سنگ داره میسوزه اون تو. الملل و نهل شهرستانی گفته که بله زدن، کشتن، آتیش زدن. خوب دقت بکنید به این ملل و نهل شهرستانی که میگه، خوب دقت بکنید دوستان عزیز. بوده، تهدید کرده و امثال اینها، اینا برای ما کافیه. یا الملل و نهل شهرستانی تصریح به سخت کرده که در اثر ضربه‌ای که عمر میزنه ایشون بچه‌ش سخت میشه. یا مثلا فرض کنید در کتاب خب الملل و نهل شهرستانی تصریح کرده که ضربه میزنه بچهش صدق میشه. دوستان عزیز باور کنید که یعنی خبیث‌تر از این آخوندها، خبیث‌تر از اینها رو شما نمیتونید پیدا بکنید. ما رفتیم این کتاب الملل و نهل شهرستانی رو پیدا کردیم. دوستان عزیز این کتاب رو نشون بدید. این کتاب الملل و نهل شهرستانی است. شهرستانی میریم در صفحه 71 کتاب
دوستان عزیز همینجا، بله اگر این صفحه رو نشون بدن، صفحه 69 صفحه 70 71. دوستان عزیز اصلا بیایید که این کتاب رو ببینیم که موضوع چی هست در اینجا. خیلی جالب است این. الملل و النحل کتابی است در مورد فرق، در مورد رجال و فرق صحبت میکنه. فرقه نظامیه شیعه رو داره در اینجا معرفی میکنه. فرقه است به نام النظامیه، یک فرقه شیعه است. در صفحه چند؟ 67 میگه که اینها در مورد قضیه قضا و قدر این افکار رو داشتن. مذهب نظام میگه از جمله بدترین مذاهبی است که فلان در اون گمراهی است و این است این است. در قضیه اراده الله سبحانه و تعالی این حرف و حدیث رو دارن. در قضیه افعال عباد این حرف و حدیث رو دارن. در قضیه نفس و روح این افعال رو دارن. در قضیه فعل الله سبحانه و تعالی این افکار رو دارن. در قضیه فلاسفه با اونها این اماهنگی رو دارن. در قضیه الوان و رنگ ها و طعم ها و بوی جسم و خلاصه این افکار رو دارن. در مورد خلق موجودات این افکار رو دارن. در مورد قرآن کریم این افکار رو دارن. بعد میاد در فعل دهم میگه که اجماع رو شرط حجت نمیدانن. بعد میگه که این آقا، این ابراهیم ابن یسار که مؤسس این فرقه است، میگه که ایشان رافضی بوده و در مورد صحابه بدگویی میکرده و در مورد حضرت علی میگه که در مورد امامت ایشان نصی وجود داشته و خلاصه افکار تشیع رو در اینجا ذکر میکنه. قضیه بیعت ابوبکر رو میگه که قبول ندارن و در مورد حضرت عمر میگه که این. و از دروغ‌هایی که این فرقه میگویند این است که عمر ضرب بطن فاطمه، که عمر شکم فاطمه را زد در روز بیعت، حتی علقت جنینها من بطنها، تا که جنینش رو انداخت، سقط جنین کرد. و کان یصیح، و داد میزد که احرقوا دارها بمن فیها، که خانه فاطمه را آتش بزنید با همه کسانی که در آنجا هستند. و ما کان فی الدار غیر علی و فاطمه و حسن و حسین، و در خانه غیر از علی و فاطمه و حسن و حسین کسی دیگری نبود. بعد از اون میگه در مورد عثمان حرف و حدیث هایی داره. بعد از اون در مورد بعضی از صفات الله سبحانه و تعالی حرف هایی داره و خلاصه در مورد یکی از فرقه های شیعه به نام نظامیه داره صحبت میکنه و این آخوند خبیث و دروغگو میگه که بله اهل سنت در مصادرشون الملل و النحل شهرستانی همچین مطلبی رو آورده. و این فرقه نظامیه یکی از فرقای مشهور شیعه هست که در مورد این فرقه حتی علمای شیعه هم صحبت کردن. اینجا خدمتتون فکر کنم در اینجا هست. بله، این کتاب فرق شیعه است از حسن ابن موسی نوبختی و سعد ابن عبدالله قمی. در اینجا در فرقه 32 و قال ابراهیم نظام، میگه ابراهیم نظام فرقه 32 شیعه میگه که الامام تصلح لكل من کان قائما بالکتاب و سنت، کسی که هر کسی که قائم به کتاب و سنت باشه امامت برای او جایز است. لقول الله تعالی ان اکرمکم عند الله اتقاکم،
میگه این فرقه نظامیه است و در مورد اینا یک سری مطالبی رو در اینجا ذکر کرده. بله، تشکر میکنم دوستان عزیز. اعتراف خودشون در کتاب فرق شیعه که نظامیه یک فرقه شیعه هست. شما ببینید دوستان عزیز، شهرستانی رحمت الله علیه اومده در مورد یک فرقه شیعه صحبت میکنه و این آقا میگه که الملل و نحل شهرستانی اعتقاد داشتن که آقای فاطمه سقط جنین کرده. دروغ تا به این اندازه. خب اینا تا اینجاش آوردن، نگفتن که آتش زدن. مثلا بعضی گفتن که بعد اینکه تهدید شد علی آمد و بیعت کرد، ولی همین که قبول دارن که بله آتش آورده، آتش دستش بوده، تهدید کرده و امثال اینها، اینا برای ما کافیه. یا الملل و نحل شهرستانی تصریح به سقط کرده که در اثر ضربه‌ای که عمر میزنه ایشون بچه‌ش سقط میشه. یا مثلا فرض کنید در کتاب فرائد السمتین جوینی این اومده که پیامبر اسلام یه وقت نشسته بودند، حسنین رو دیدن با حضرت زهرا سلام الله علیها و گریهشون گرفت. اشکشون که جاری شد، اطرافیانی که بودن گفتن آقا چی شده، اتفاق بدی افتاده. ایشون این جالب، این نقل اهل سنت ما از در شیعه داریم، ولی این که در کتب اهل سنت این اومده جالبه. میگه که پیامبر اسلام فرمودن که بعد از من در حق دخترم و در حق فرزندانم ستم میشه، من به یاد اون افتادم و گریم گرفت. یا مثلا باز آوردن که دوستان عزیز، یکی از کارهایی که اینا انجام میدن چی است؟ تلبیس. ما در تاریخ دو تا جوینی داریم. یکی امام الحرمین جوینی است که از اهل سنت است. یکی جوینی صاحب کتاب فرائد السمتین است که این کتاب و صاحب این کتاب یکی از علمای شیعه هست. من در این مورد دوستان عزیز این مطلب رو خدمت شما ایزان نشون بدم. دوستان ببینید، ابراهیم ابن محمد الحموی جوینی صاحب کتاب فرائد السمتین متوفی سال 722، بعد میگه این از علمای اهل سنت است. ایشان از جمله شیعیان بوده. در مقدمه کتابش در مورد فضایل حضرت علی و اینکه ایشان ولی بودن و خلیفه بلاوصل بودن و بلافصل بودن و بعد از اون فرزندانش بودن و پیامبر به ایشان وصیت کرده صحبت میکنه. بعد آقا بزرگ تهرانی یک از علمای شیعه میگه که در کتاب کشف الظنون صفحه 70 فرائد السمتین فی فضائل مرتضی و البطول و الحسنین مرتب علی السنتین اولهما فی فضل الامیر علیه السلام 70 بابا. کتابی ایشان آقا بزرگ تهرانی در مورد جوینی صحبت میکنه. میگه که ایشان کتابی در مورد فضایل علی و فاطمه و حسن و حسین نوشته و در اینجا میگه که در سال 694 میگه که ایشان شیعه شده. آقا بزرگ تهرانی میگه شیعه شده و از حرات تشیع و شیعه بودن خود رو ظاهر کرده. اما وقتی که شما بررسی میکنید این زندگی این شخص رو، ایشان شیعه نشده بلکه شیعه بوده. اینا گاهی اوقات من یک بحثی داشتم یک موقعی در مورد علمای سنی نمای شیعه مانند گنجی، شافعی، نمیدونم قندوزی، حنفی یا تبری، همنام علمای اهل سنت. اینا بعضی از شخصیت‌های خودشون رو نامگذاری می‌کردن تا در انگام تلبیس کارشون آسان بشه. الان به هر سنی بگه جوینی، میره فکر اون جوینی سنی، اما این جوینی شیعه است. بعد در اینجا میگه که ایشان از شاگردان ابن مطهر هلی است. ابن مطهر هلی صاحب کتابی که بر علیه اهل سنت نوشته شده و ابن تیمیه رحمت الله منهاج السنه رو در رد کتاب ابن مطهر هلی که اسم کتابش منهاج الکرامه است نوشته. این شخص شاگرد ابن مطهر هلی بوده. بعد از اون در عراق و شام و طبرستان و قدس و کربلا و قزوین و غیره در اونجا
درس خونده. از جمله استادانش کیا هستند؟ شیخ صدیق‌الدین یوسف ابن مطهر هلی، شاگردانش هست المحقق هلی، ابن طاووس، خواجه نصیرالدین طوسی، همون عالم شیعه‌ای که بغداد رو به مغول‌ها فروخت، جریانش رو شاید شنیده باشید. یعنی همه مشایخش کیا هستن؟ از جمله بزرگان شیعه هستن. امام ذهبی در مورد این شخص در سیر اعلام نبلا جلد 1 صفحه 62 میگه که شیخ خراسان، میگه یکی از مشایخ خراسان بود، کان حاطب اللیل، مثل کسایی که در شب هیزم جمع میکنن، یعنی هر تر و خشکی رو جمع میکرد. یعنی فی الروایه، در روایت حدیث، تر و خشک هرچی بود جمع میکرد. جمع احادیث ثنائیات و ثلاثیات و رباعیات من اباطیل مجزومه، همیشه احادیث باطل و دروغ رو جمع میکرد. بعضیا بعد فکر میکنن که ایشون همون جوینی امام حرمین است که یکی از فقهای شافعی محسوب میشه و با او خلطش میکنن، اما این شخص اون نیست. سیوطی هم و ابن عساکر هم این رو تضعیف کردن که این شخص دروغگویی بوده. بر صورت این یکی از علمای شیعه است که به دروغ، یا این آخوند از جهالت این حرف رو میزنه یا از خباثت، از این دو حالت خارج نیست. اگر از جهالت باشه که فرق بین دو تا جوینی رو نمیکنه، چون اکثر آخونده هر سیبیلویی رو که بازار میبینن فکر میکنن که باباشونه، به خاطر اینکه میدونید که اونجا صیغه خیلی رایج هست، فرفت آمد زیاد هست تو خونه‌هاشون، به خاطر همین اشتباه میگیرن. یا از تلبیس هست، یا از خباثت هست، یا از شیطنت هست، خلاصه یا از جهالت، که فکر نمی کنم از جهالت باشه. به هر صورت این جوینی است که این آقا اشتباه گرفته. بریم ادامه بحثش رو ببینیم. گفتنش برام سخته ولی باید بخونم براتون. عمر در روز بیعت به شکم فاطمه ضربه زد که منجر به سقط نوزادش شد. این جمله رو من بدون تصرف براتون خوندم. این جمله از جملاتی که در کتب اهل سنت نقل شده. یا مثلا فرض کنید هم تو صحیح بخاری هم تو صحیح مسلم این جمله اومده، البته مال قضیه فدکه، ولی از این باب اشاره میکنم که نشون میده که حضرت زهرا سلام الله علیها که ثمره قلب پیامبر اسلام بود و جان پیامبر بود، با خشم بر اینها از دنیا رفت. فوجدت فاطمه علی ابی بکر فی ذلک فحجرته فلم تکلمه حتی توفیت. میگه در قضیه اون ستمی که به حضرت زهرا در قضیه فدک شد، حضرت فاطمه نسبت به ابوبکر غضب پیدا. بارها در مورد اون صحبت کردیم که فلم تکلمه ابدا فلم تکلمه فی قضیه فدک ابدا. میگه بعد اون در مورد قضیه فدک با او دیگه صحبت نکرد. یعنی شما فکر بکنید حضرت فاطمه یک مسلمان، دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم، آیا فاطمه رضی الله تعالی عنها نمیدونست که با یک انسان مسلمان بیشتر از 3 روز صحبت نکردن جایز نیست؟ اصلا این قضیه فدک چه ربطی اینجا داره که این روایت را از بخاری و مسلم به خاطر این میارن این رو که با تحریف معنا بگن که بله حضرت فاطمه بر اونها غضب بوده. حتی در قضیه غضب حضرت فاطمه در همین بخاری و مسلم و کتب اهل سنت و حتی کتب شیعه، اولین باری که فاطمه رضی الله تعالی عنها غضب شد بر حضرت علی غضب شد. و اینو بارها گفتیم که اگر قضیه غضب فاطمه سبب غضب رسول الله و غضب رسول الله سبب غضب الله و سبب کفر طرف بشه، اولین کسی که فاطمه رو غضب کرد علی بود، موقعی که رفت دختر ابو جهل رو خواستگاری کرد در زمان زندگی فاطمه. و این در کتب شیعه و سنی روایت شده. آخری که از دنیا رفت دیگه با ابوبکر حرف نزد. اینم باز تو کتب معتبرشون اومده. یه جمله جالب هست از یکی از بزرگان و مورخین اهل سنت. این جمله خیلی جمله مهمیه. التحریش، کتاب التحریش زرار ابن عمرو این جمله رو داره که شیعیان بر این باورن که نسبت به فاطمه 2 خلیفه ظلم می‌کردن و زدن تا فرزندش سخت شد. این فکر کنید شخصیت مال کیه؟ این شخصیت مال قرن دومه. قرن دوم، یعنی دوره امام کاظم، دوره امام رضا، امام صادق. ببینید این آدم یه عالم سنیه، داره ذهنیت شیعه رو، بحث به شخص نیست، نمیگه شخص خاصی، میگه شیعه این اعتقاد رو داره که عمر و ابوبکر باعث سقط
جنین حضرت زهرا سلام الله علیها شدن. این اعتبارش از این جهته که داره ذهنیت عمومی شیعه رو میگه، یعنی نشون میده که این داستان و این ذهنیت شیعه مال دوره صفویه یا دوره متأخر نیست، در همون صدر اول هم شیعه همچون ذهنیتی داشته. و باز از این جهت مهمه که چون در اون دوره امام معصوم بوده، با وجود امام معصوم وقتی یک ذهنیتی نسبت به مادر اونها وجود داره و امام معصوم نسبت به این ذهنیت اعتراضی نداره، این تقریر معصومه، این نشون میده که معصوم این ذهنیت رو قبول داره. خیلی یک تلبیس عجیب میکنه. امامان معصوم ربطی به روافض که در اون کتاب تحریج ذکر شده نداره. اولا در اونجا شیعیان نگفته، روافض گفته. فرق بین شیعه و رافضی رو من بارها بیان کردم. امامانی رو که شما امامان خودتون میدونید، اینا همه امامان اهل سنت هستن. ما تو کتابای احادیثمون روایت داریم از امام باقر، امام صادق، از امام زین العابدین، از امام جواد، از امام حسن، از امام حسین، از سیدنا علی. تعداد روایت هایی که ما داریم از اینا بیشتر از اون روایت هایی است که شما در کتب معروفتون دارین، در کتب اربعتون دارین. وانگهی روافض چیز دیگری هست، اینا چیز دیگری هست. اصلا ارتباطی ربطی بین اینها نداره. مذهب رفض مذهبی است که عبدالله ابن سبع یهودی تأسیس کرده، مذهب رافضگری، که در اون مذهب خمس هست، صیغه هست، امامت هست، نمیدونم سب صحابه هست، فحش دادن و لعن کردن امهات المؤمنین، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها و خلفای راشدین است. این مذهب رافضگری است و در کتب اهل سنت همیشه در مورد و اینا اولین ظهور اینها در زمان سیدنا عثمان شده. در اون زمان ظهور کردن فرقه عبدالله ابن سبع یهودی در اون موقع ظهور کرد و در زمان سیدنا علی وجود داشت که حضرت طبق بعضی روایات شیعه میگن که عبدالله ابن سبع یهودی رو که مذهب رافضگری رو تأسیس کرد، همین امامت و خمس و نمیدونم متعب و فلان و اینها رو، عصمت و امامت و اینا رو تأسیس کرد، حضرت علی اون رو آتیش زد، زنده رو سوزاند. بعد ببینید تلبیس این آخوند رو که چگونه تلبیس میکنه. وقتی جلسه‌مون زیاد گرفته میشه، دوستانی که بیشتر از این رو میخوان بدونن میتونن توی سایت هایی که اینها ارائه شده و جمع شده مراجعه کنن. یه اجمالی هم از منابع شیعه براتون بگم و اون داستانی که در منابع شیعه با چه جزئیاتی نقل شده اینو عرض بکنم تا بریم سراغ بحث‌های تحلیلیمون. در شیعه جالب بدونید که در قرن 15 یک کتابی نوشته شده، کتاب الهجوم یعنی هجوم بردن، مثلا برای همین عنوانه، چون در مورد حضرت زهرا اسم کتاب رو هم گذاشته الهجوم، که در اینجا 260 روایت و نقل تاریخی رو آورده. 260 روایت، عدد رو دقت کنید، 260 نقل و روایت از منابع شیعه و سنی که حالا میخواد نقل تاریخی باشه یا روایت باشه، همین اینا رو یک جا جمع کرد. یعنی اینو خواستم بگم که این مسئله اینجوری نیست که یه روایت داشته باشه، دو تا روایت داشته باشه، نه، مسئله‌ایه که ابعاد زیادی داره، روایات فراوانی داره و مسائل در مورخین زیادی بهش پرداختن و در روایات چه شیعه چه سنی و اشکال مختلف این با هم رفتیم کتابش الهجوم رو هم پیدا کردیم. کتاب الهجوم رو پیدا کردیم که ایشان دوستان عزیز نشون بدن الهجوم و علی بیت فاطمه عبدالزهرا مهدی 260 روایت رو در اینجا جمع کرده در مورد اثبات هجوم به خانه فاطمه. 260 تا دروغ. والله دوستان 260 تا دروغ رو جمع کرده. یعنی کسی که بیاد 260 بار دروغ بگه به معنی این است که یک مسئله اتفاق افتاده. یکی از دروغاشو ما خدمت شما عزیزان اینجا نشون بدم. یکی از دروغاشو بله، ببینید در صفحه 179 این کتاب، من چون همین چند لحظه قبل این کتاب رو از یکی از کتابخانه‌های الکترونیکی شیعه دانلود کردم، یک سری روایت هایی رو که آخوندا زیاد مطرح میکنن از فهرستوار رفتم نگاه کردم. یک نمونش میگه قال شهرستانی ان عمر ضرب بطن فاطمه یوم البیعه حتى علقت الجنين من بطنها وكان يصيح احرقوا دار بمن فيها وما كان في الدار غير علي وفاطمه والحسن والحسين.
میگه شهرستانی نقل میکنه متوفای سال 548 که عمر خانه فاطمه رو زد، جنینش سقط شد و داد میزد که خانه رو آتیش بزنید، خانه رو آتیش بزنید. آیا واقعا شهرستانی همین حرف رو گفته؟ دقیقاً همون حرفی رو که شهرستانی در مورد فرقه نظامی که خدمتتون نشون دادم صحبت میکنه، همون حرف رو میارن و میگن نسبت میدن به کی؟ نسبت میدن به شهرستانی. دوستان عزیز، این مسئله ای رو که شهرستانی در اینجا بله در صفحه اینجا صفحه چند 71 و میگه از جمله دروغ‌های بزرگ فرقه نظامی این است که عمر خانه بطن فاطمه رو زد، در روز بیعت جنین سقط شد و داد میزد که خانه را آتیش بزنید. حرفی رو که از فرقه نظامی شهرستانی ذکر میکنه در اون کتاب هم به کی نسبت دادن؟ به اهل سنت و به شهرستانی. یعنی یک ملت دروغگوی تلبیسکار. ابعاد قضیه و جزئیاتش داشته باشن نسبت به اصل این که یه همچون فاجعه‌ای رخ داده وارد شده. یا مثلا ما از شیخ طوسی رحمت الله علیه براتون نقل بکنم که شیخ طوسی یه جمله‌ای داره میگه که اجماع شیعه بر این هست که عمر به شکم حضرت زهرا سلام الله علیها ضربه زده و این باعث سقط جنین ایشون شده. ایشون میگه که این اجماعی در شیعه. این مال کیه؟ مال حدود 1000 سال پیشه. ایشون اون زمان ادعای اجماع میکنه برای این مطلب. میگه اصلا اختلافی در شیعه نیست نسبت به این موضوع. که اینو بذارید کنار التحریش که مال اهل سنت بود که اونم 2 قرن قبل از شیخ طوسی همین حرفو میگه که در بین شیعه این باور وجود داره. اونم به همه شیعه اینو نسبت میده و این مؤید همون ادعای اجماع شیخ طوسی هست که میگه که در شیعه همچون اجماعی وجود داره و میگه که در این زمینه هم روایات شیعه مستفیضه. یعنی فراوان هست روایات شیعه برای این مطلب که همچون اتفاق و همچون فاجعه‌ای رخ. دوستان عزیز، اینها خودشون با خودشون درگیرن. خب من خدمت شما عزیزان در مورد این ادعایی که آقا میکنه، من این رو برای شما بیارم. شیخ مفیدشون، میدونی شیخ مفید دیگه یکی از علمای این هست، علمای بزرگشون، در صفحه 85 میگه که ثانیاً ان عدم توفر سند صحیح للروايه لا یعنی انها مکذوبه. میگه اگر ما روایت صحیح، سند صحیح در مورد شکستن ضلع زهرا و سقط جنین نداریم به معنی این نیست که این دروغ است. یعنی چی؟ مذهب اینا هر شلغم شوربایی رو قبول میکنن. حالا کتاب بعدی رو که جناب ایشان معرفی میکنه من خدمت شما عزیزان نشون میدم. تشکر دوستان عزیز. کتاب بعدی که ایشان در موردش صحبت میکنه کتاب جالبی هست. یه روایت کوتاهی براتون بخونم که میگه که ان فاطمه صدیقه شهیده. امام میفرمایند که فاطمه صدیقه یعنی کسی که به مقام صدق ظاهر و باطن رسید، یعنی عمل کردش باطنش رو و باطنش ظاهرش رو تصدیق میکنه. شهیده که با شهادت از دنیا رفته. و روایات فراوانی در این زمینه. من اجازه بدید فقط یک دو تا از این روایات شیعه براتون بپردازم که سلیم ابن قیس هلالی در کتاب اسرار آل محمد صلوات الله علیه و آله نقل میکنه. ایشون اینطور نقل میکنه که بذارید اصلا متن از روش بخونم که چیز رو از قلم نندازم، چون برای خودم هم گفتنش سخته ولی از روی متن بخونم برام راحت تره. عمر گفت بروید اگر به شما اجازه داد وارد شوید، وگرنه بدون اجازه وارد شوید. آنها آمدند و اجازه خواستند. حضرت زهرا فرمود به شما اجازه نمیدهم بدون اجازه وارد خانه من شوید. بار دیگر بازگشتند، یعنی معلوم بود که چند بار داره از کتاب سلیم ابن قیس هلالی میخونه. سلیم ابن قیس هلالی، این رو یادداشت بکنید، خیلی مهم است. تو بعضی نقل ها هست که
این رفت و برگشت 4 بار اتفاق افتاده. ولی قنفذ آنجا ماند. یعنی اینها که تو این دفعه برگشتن، قنفذ با اینا بر نمیگرده، دم در میمونه. اونایی که برگشتن به ابوبکر و عمر گفتند فاطمه چنین گفت و ما از این که بدون اجازه وارد خانه اش شویم خودداری کردیم. اینا خب تحت تاثیر اون شخصیت حضرت زهرا متاثر شدن و جرئت نکردن که حریم خانه رو بشکنن. یعنی نشون میده که اون حالا تاکتیکی که من بعداً توضیح خواهم داشت اینجا وجود داشته جواب داد و حضرت زهرا تونستن جلوی این قضیه رو بگیرن و مدیریتش بکنن. عمر عصبانی شد و گفت ما را با زنها چه کار است؟ سپس عمر به مردمی که اطرافش بودند دستور داد تا هیزم بیاورند. یادتون باشه عرض کردم توی منابع اهل سنت هم هست که عمر هیزم میاره، آتش میاره، اصلا میگه که در دستش فتیله بود، آتش بود. آتش میاره، دروغ میگه. این دروغی است که آخوند اصلا از دروغ گفتن ابا نمیکنه. اینهاشون هم گفتن میگه که دستور داد تا هیزم بیاورند. آنان هیزم برداشتند و خود عمر نیز همراه آنان هیزم برداشت و آنها را اطراف خانه علی و فاطمه و فرزندانشان قرار دادند. سپس عمر با صدای بلند به طوری که علی و فاطمه بشنوند فریاد زد: به خدا قسم ای علی، باید خارج شوی و با خلیفه پیامبر بیعت کنی، وگرنه خانه را با شما به آتش میکشم. این تعبیر مشابهش رو اهل سنت هم بود، براتون خوندم. حضرت زهرا فرمود: ای عمر، ما را با تو چه کار است؟ عمر گفت: در را باز کن وگرنه خانه را با خودتان به آتش میکشم. حضرت زهرا فرمود: آیا از خدا نمیترسی که به خانه من هجوم میآوری؟ این من معنا داره، یعنی منی که میشناسید من کی هستم. عمر از کار خود منصرف نشد. عمر آتش طلبید و آن را بر در خانه شعله‌ور ساخت و سپس با فشار به در خانه داخل شد. حضرت زهرا در مقابل او آمد و فریاد زد: یا ابتا یا رسول الله، یا ابتا یا رسول الله. آهی میکشه به دروغ، خودش هم میدونه داره دروغ میگه. حالا ببینید که این سلیم ابن قیس هلالی کی است. خودش یه میگن که این کیه. عمر شمشیرش را که در غلاف بود بلند کرد و به پهلوی حضرت زد. آن حضرت ناله کرد: یا ابتا. نالش این بود: یا ابتا. عمر تازیانه را بلند کرد و به بازوی حضرت زد. آن حضرت صدا زد: یا رسول الله. ابوبکر و عمر با بازماندت چه بدرفتاری کردند؟ بعد که حضرت امیر، یعنی ببینید در شکسته میشه، اینا یه دفعه هجوم میارن، با حضرت زهرا مواجه میشن و این اتفاق میفته. حضرت امیر که این صحنه رو میبینن، تعبیر روایت میگه فوثب، یعنی ناگهان از جا خیز برداشت، پرید. گریبان عمر را گرفت و او را به شدت کشید و بر زمین زد و بر بینی و گردنش کوبید و خواست او را بکشد. ولی سخن پیامبر صلی الله و وصیتی را که به او کرده بود به یاد آورد و فرمود: ای پسر سحاک، قسم به خدایی که محمد را به پیامبری مبعوث نمود، اگر نبود مقدری که از طرف خداوند گذشته و عهدی که رسول الله با من نموده، میدانستی که تو نمیتوانی به خانه من داخل شوی. این روزه در واقع حکایتی که سلیم ابن قیس هلالی به عنوان ناظر قضیه نقل میکنه با جزئیاتش. و اگر شما نگاه کنید می‌بینید که این موضوع با اون نقلی که اهل سنت کردن کاملا تطابق داره و با هم قابل جمع کردن هست. من به همین مقدار کفایت میکنیم دوستان عزیز. این کتاب سلیم ابن قیس هلالی است به نام اسرار آل محمد و این مطلبی رو که این آخوند با آه و ناله میخوند از صفحه 153 است. من اصل کتاب رو که به عربی نوشته شده آوردم اینجا، دیگه لازم نیست که بخونم و ترجمه کنم. دقیقاً جناب آخوند این وظیفه رو انجام داد. این سلیم ابن قیس بنابر روایات اینها 2 سال قبل از هجرت به دنیا آمده و در سال 76 هجری وفات کرده. همونطوری که آخوند گفت، میگه این از شاهدان این قضیه است. این آقای سلیم ابن قیس هلالی از شاهدان این قضیه است. الان در مورد سلیم ابن قیس هلالی ما چیزی نمیگیم. صحیح ترین روایت شیعه، صحیح ترین روایتش و غیر از این روایت هیچ روایت با این صراحت ندارن اینها که گفته باشه که فاطمه به شهادت رسیده و به پهلوش زدن و خونش آتیش زدن و سقط جنین کرده و اینها. این اصل ادعای شیعه از این کتاب است. اما ببینیم که در مورد این کتاب خود شیعه چی میگن. ما هیچی نمیگیم. هر آنچه که در کتاب‌های خودشون در مورد سلیم ابن قیس هلالی اومده
من خدمت شما در اینجا نشون میدم. کسی است به نام ابن غزائری، یکی از رجالیون شیعه است. این کتابش از دوستان عزیز ببینم. یکی از علمای رجال شیعه است. این هم شناسنامه کتاب که در ایران چاپ شده. در صفحه 63 سلیم ابن قیس هلالی العامری روي عن أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين وينسب إليه هذا الكتاب المشهور. میگه سلیم بن قیس هلالی از روایت میکنه از علی و حسن و حسین و از زین العابدین علی بن الحسین و اون کتاب مشهورش هم که اسرار آل محمد است. و کان اصحابنا یقولون ان سلیما لا یعرف. اصلا سلیمی وجود نداشته. این یک شخصیت خیالی است که درست کردن. ولا ذکر فی خبر. اصلا ذکری از این آدم نبوده. خود علمای رجال شیعه میگن که بابا این یک انسان مجهول است، اصلا وجود خارجی نداره. اومدن یک شخصیتی درست کردن به اسم سلیم ابن قیس هلالی العامری، بعد این روایت ها رو ساختن و بهش نسبت دادن. ببین ابن سبا چطور کار کرده، چقدر زحمت کشیده تا این دین رافضه‌گری رو درست کرده. وقد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابه ولا من روايات ابان ابن ابی العیاش. ابان ابن ابی العیاش یک خبیث دیگری هست که میگن این کتاب رو اون نوشته و اصلا این شخصیت خیالی رو اون درست کرده. مثلا شما تصور بکنید من بیام بگم که شخصی به نام احمد ابن محمد انصاری مثلا وجود داره، یک شخصیت خیالی احمد ابن محمد انصاری، بعد بیام من یک کتابی درست بکنم نسبت بدم به کی؟ العلامه الشیخ حجة الاسلام و المسلمین احمد ابن محمد انصاری. بعد هر چی که دوست داشته باشم در این کتاب اضافه کنم، به کی نسبت بدم؟ به این احمد ابن محمد بیچاره. دقیقا این ابان ابن ابی العیاش همین کارو کرده. وقد ذكر له ابن عقده في رجال امیر المؤمنین احادیث عنه. ابن عقده هم در ذکر کرده در رجال امیر المؤمنین روایاتی رو از کی؟ از این ابن ابی العیاش. و کتاب موضوع لا مریة فیه. و این کتاب اسرار آل محمد کتاب دروغی هست، ساختگی است که هیچ شکی در او وجود ندارد. هیچ شکی در موضوع بودن یعنی ساختگی بودن این کتاب وجود ندارد. و علی ذلك علامات فیه تدل علی ما ذکرنا. میگه دلایلی هم وجود دارد که ما این حرف رو میزنیم. منها ما ذکر ان محمد ابن ابی بکر وعظ ایاه عند موته. میگه از جمله دلایل دروغ بودن این کتابیه که محمد ابن ابی بکر در وقت مردن او رو موعظه کرده. و همچنین در این کتاب میگه ذکر شده که و منها ان الائمه 13 که ائمه 13 تا هن. همه شیعه میگن ائمه 12 تا هن. این آقا تو کتابش آورده که ائمه چی هن؟ 13 تا هن. این در کی است؟ در کتاب ابن غزائری که در مورد سلیم ابن قیس ذکر میکنه. تشکر دوستان عزیز. همچنین در کتاب امین غزائری یک شخص دیگری رو در اینجا معرفی میکنه که اونجا اسمش رو آورده بود در اون صفحه. ابان ابن ابی عیاش. این ابان ابن ابی عیاش که در اونجا در اون جا ذکر کرده بود در ذکر سلیم ابن قیس که اصلا سلیم ابن قیس وجود نداره،
و این ابان ابن ابی عیاش کتابی رو درست کرده به اسم اون نسبت داده. در اینجا چی میگه؟ ابان ابن عیاش از جمله تابعین است. تابعین شیعه. از انس ابن مالک و علی ابن الحسین روایت کرده، ضعیف هست، لا یلتفت الیه، اصلا بهش توجهی نباید کرد. و ینسب اصحابنا وضع کتاب سلیم ابن قیس الیه. اصحاب ما، یعنی اصحاب شیعیان، اصحاب ما نه، میگویند که سلیم ابن قیس، این کتاب سلیم ابن قیس رو این ابان ابن ابی عیاش ساخته و پرداخته است. دقت کردید؟ اینا کتابای اهل سنت نیستا، اینا کتابای شیعه است که اینا رو ذکر میکنه. خب دوستان عزیز، یک روایت دیگری هم در مورد این کتاب براتون بیارم. در مورد این ابان در کتاب خلاصة الاقوال، در اینجا ابان ابن عیاش در اینجا میارن که خلاصه این تابعی ضعیف جدا، انسان ضعیف جدا بوده، لا یلتفت الیه، به ایشان اصلا توجهی نباید بشه. و ینسب اصحابنا وضع کتاب سلیم ابن قیس الیه، اصحاب ما یعنی شیعیان میگویند که کتاب سلیم ابن قیس را ایشان ساخته و پرداخته است. بعد از اون در اینجا میگه که صفحه بعد رو بریم. بعد ایشون رو متهم به ضعیف بودن کردن و شیخ طوسی هم در کتاب رجالش گفته که انه ضعیف، که این شخص ضعیف است. تشکر دوستان عزیز. کتاب رجال از هلی، تقی الدین حسن ابن علی ابن داود هلی، کتاب رجال شیعه هست. انتشارات دانشگاه تهران هم چاپ کرده، چاپ دومش. شخصیت 721 سلیم ابن قیس صاحب کتاب الهلالی از جمله اولیاء هست. کتابی موضوع، کتابش ساختگی است. و فی ان الائمه 13، در این کتاب آمده که امامان 13 تا هستند و اسانیدهم مختلفه، روایت های مختلفی هم داره. حرف ما نیست، حرف خود رجالیونشون هست. و در مورد در همین کتاب رجال در شخصیت 219 سلیم ابن قیس هلالی، کتاب مشهور با او نسبت داده شده که ساختگی است و موضوع به خاطر اینکه محمد ابن ابی بکر وعظ یا عند موتی و قال فی ان الائمه 13 مع زید، میگه که امامات 12 تا هستن و میگه از این شخص غیر از ابان ابن ابی عیاش کسی دیگری روایت نکرده. دروغای زیادی در این کتابش گفته و گمان میرود که این کتاب ساختگی باشد. این کتاب نقد رجال هست، دوستان عزیز نشون بدن. کتاب نقد رجال، باب سلیم ابن قیس،
چی گفته؟ سلیم ابن قیس هلالی کتابی داره که ابان ابن ابی عیاش از او روایت کرده. با او این کتاب نسبت داده می شود. اصحاب ما یعنی شیعیان می گفتن این سلیما لا یعرف، این سلیم سلیم یک شخص مجهول است، ولا ذکر فی خبر، اصلا در تاریخ ذکری ازش نشده. و قد وجدت ذکر فی مواضع من غیر جهت کتابی ولا من روایت ابن، در جایی ذکر شده که ربطی به این کتاب و به ابن ابی عیاش ندارد. و قد ذکر له ابن عقده فی رجال امیر المؤمنین احادیث عنه و کتاب موضوع لا مریت فیه، و این کتاب ساختگی است و هیچ شکی هم در او وجود ندارد. دوستان عزیز، همه اینا رو که میبینید دوستان نشون بدن، من نمیخوام زیاد وقت شما عزیزان رو بگیرم. همه این کتاب هایی رو که اینجا میبینید در مورد سلیم ابن قیس هلالی و دروغ بودن کتاباش است. تشکر میکنم دوستان عزیز. و اینها همش روایاتی است که در کتاب، این رو هم خدمت شما عزیزان نشون بدن. والا یعنی عجیب مذهبی است. باور کنید که انسان تعجب میکنه با این همه دروغ هایی که اینها در مورد این شخص دارن. دوستان عزیز، هاشم معروف حسنی یکی از مورخین شیعه است. کتابی داره به نام الموضوعات فی الآثار و الاخبار، سخنهای ساختگی در آثار و روایت‌های شیعه. کتاب معروفی است، ایشان از مورخین معروف شیعه است، اسمش هم معروف است، هاشم معروف حسنی. بعد در صفحه 184 یک روایتی رو ذکر میکنه. میگه که روایت آمده است که رسول الله اخبرنی ان الناس یبایعون ابابکر و ان اول من یبایعه علی منبر ابلیس فی صورت رجل. میگه که پیامبر گفته که مردم با ابوبکر بیعت میکنند و اولین کسی که با ابوبکر بیعت میکند ابلیس است که در لباس یک مرد پیری میاد و ابوبکر بر منبر پیامبر نشسته و با او بیعت میکند. یک روایت طولانی. بعد این شخص مورخ شیعه در پاورقی میاد. دوستان عزیز ببینید اینجا شماره 1 زده، بعد میاد در پاورقی و یک فی هذا الروایه عیبا، میگه عیب این روایت همین کافی است که انها من مرویات سلیم ابن قیس، که این از روایت های سلیم ابن قیس است و هو من المشبوهین، از جمله انسان های مشبوه است، و المتهمین بالکذب، که متهم به دروغگویی است. و قد ورد فی کتاب المنسوب الیه، در کتاب اسرار آل محمد، در کتابی که منسوب به او است آمده است که محمد ابن ابوبکر وعظ اباه عند الموت، که میگه محمد ابن ابوبکر در وقت انگام مرگ ابوبکر پدرش رو نصیحت میکرد عند الموت، مع انه کان فی حدود سنتین من العمر، در حالی که میگه محمد ابن ابوبکر در وقت وفات پدرش 2 ساله بود. بچه 2 ساله چطور پدر پیرش رو داشته نصیحت میکرده؟ میگن و ورد فی ان الائمه 13، میگه همچنین روایت کرده که امامان به جای 12 نفر 13 نفر هستند. دوستان عزیز، اینم از سلیم ابن قیس که این آخوند چقدر آه کشید. من دلم به آه این میسوزه. باور کنید این آها یا ساختگی است یا که از حماقت و جهالت است. واقعا اگر از حماقت و جهالت باشه دل آدم میسوزه، یعنی درونش آتیش گرفته، تا فیا خالدونش داره میسوزه. چرا؟ به خاطر سلیم ابن قیس و روایت های ساختگیش.
یک از علمای بزرگ شیعه اسمش چیه؟ مفید. گرچه من بهش میگم شیخ مضر، اما حالا همون شیعه میگن شیخ مفید. تصحیح اعتقادات امامیه در این کتابش، چاپ ایران هم هست، در صفحه 149 در اینجا میگه یک روایتی از حدیث سلیم است که ابان ابن ابی عیاش روایت میکنه. میگه که به این کتاب، هذا الکتاب غیر موثق بهی، این کتاب اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد. ولا یجوز العمل علی اکثره، به اکثر این کتاب اصلا جایز نیست که عمل بشه. و قد حصل فیه تخلیط و تدلیس، در این کتاب خلط موضوع شده، تدلیس شده. فینبغی للمتدین ان یجتنب العمل بكل ما فیه، بر انسان متدین لازم است، واجب است که از عمل کردن به کل این کتاب دوری بکند. ولا یعول علی جملتی، اصلا به این کتاب، به کل این کتاب نباید اعتماد کرد. چرا؟ و تقلید لرواته وليفزع الى علماء ما تضمنه من احادیث لیوقفوه على صحیح منها والفاسد والله الموفق للصواب. میگه باید علما بشینن این کتاب رو بررسی بکنن و این بیچاره نشسته فقط ای آه میکشه که سلیم ابن قیس همچین مطلبی رو گفته. تشکر میکنم دوستان عزیز. این صحیح ترین روایت کی است؟ از در مورد این قضیه. بله. کتاب دیگری است از کتب شیعه، التخلیص مقباس الهدایه، از مامقانی، یکی از علامه مامقانی، یکی از علمای از جمله رجالیون شیعه است و این کتابش هم که خودشون چاپ کردن، اینم شناسنامه‌اش، اینم در صفحه 216 در مورد همین سلیم ابن قیس و ابان ابن ابی عیاش صحبت میکنه. بعد از اون میاد در اینجا چی میگه؟ میگه اینا از جمله المتهمون بالکذب، اینا متهم به دروغگویی هستن، او الوضع یا روایت های ساختگی، او تخلید قاطی پاتی کردن یا با قول افغانا گده دیشن، او تدلیس می ساختن روایت ساختگی. والذی یجب التبین الى نبئهم علما بکریمه عملا بکریمته، میگه باید این رو برای مردم آشکار بکنیم. این جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق، آیه قرآنی است که اگر که یک فاسق یک چیزی رو برای شما آورد، شما برید جستجو بکنید، الکی اوه نکشید، قبول نکنید. والمشهورون منهم هؤلاء، مشهورترینشان کیا هستن؟ ابان ابن ابی العیاش، ابو اسماعیل بصری. میگه ابان ابن ابی عیاش اتهم بوضع کتاب سلیم ابن قیس، متهم هست به ساختن کتاب سلیم ابن قیس. راوی این کتاب ابان ابن ابی العیاش متهم است که این کتاب رو خودش ساخته، نسبت داده. دیگه دوستان عزیز این وضعیت این هاست. به هر صورت این صحبت های این آخوند بود. بعد میاد یک تحلیلای عجیب و غریبی رو عجقی رو میکنه از، یعنی صحیح ترین روایات اهل سنت رو به قول خودشون آورد و صحیح ترین روایات شیعه رو آورد. بعد از اون میاد بالفرض که این چیزا اتفاق نیفتاده باشه، ما باید اینو قبول بکنیم که یعنی همچین یک وضعیتی بوده و فلان. یعنی اون از اون آخوند دیگه که کلا اومد اینو انکار کرد و اینا آمدن با تدلیس و با دروغ میخوان دوباره جمع جورش بکنن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید استاد انصاری عزیز. سلامت باشید، زنده باشید. الله سبحانه و تعالی به شما جزای خیر بده. آمین. آمین آمین. به شما الله سبحانه و تعالی همه مبلغان راستین دین اسلام من جمله شما و این افرادی که در این شبکه‌های تلویزیونی ظاهر شدید الحمدلله به لطف الله سبحانه و تعالی و سبب این شدید که واقعا این شیادان و دروغگویان از این همه تهمت و دروغ واقعا یک مقداری دست بکشن. یعنی
خیلی قابل توجه بود از وقتی که حدود 14-15 سال است که شما فعالیت میکنید، نه تنها شما، همه شبکه توحیدی اکثرا این دروغگویان، این کذابان، این توهین کنندگان به اعتقادات ما مسلمانان واقعا دیگه اون چهرهشون رو شده. مثلا این برنامه آن روی سکه شما، خب دقیقا آن روی سکه همین رافیزیان و شیعیان دروغگوی مکار رو نشون میده. در اصل اینا شیعیان ابن سبع یهودی هستند، شیعیان یهود و نصارا هستند و شیعیان شیطان هستند. و الله سبحانه تعالی شما رو سبب این کرد که واقعا اینا از جنایتشون دست بکشن، الحمدلله تا حدودی. من امیدوارم که واقعا الحمدلله، و من امیدوارم که واقعا تلاش شما همچنان ادامه داشته باشه تا روزی که واقعا ما مردم ایران بتوانیم به لطف الله سبحانه تعالی زیر سایه اسلام راستین آسوده خاطر باشیم، در کار و تلاش باشیم و زندگی خوبی داشته باشیم و احساس امنیتی بکنیم که واقعا این جنایتکاران هر روز ما رو تهدید میکنن و بهانه تهدیدشون همین روایت ساختگی شکستن پهلوی فاطمه رضی الله عنها دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم که واقعا این دروغه و این رو کردن بهانه برای تکفیر ما مسلمانان، برای حلال و مباح دونستن خون ما مسلمانان و عملا هم این کار رو انجام دادن. خب شما شاید که حدودا از سال 1373 و 4 و 5 اینا این جریان از وقتی که این خاتمه سیاه رو، این جنایتکار دورو، این مکار حیله‌گر چهره خندانش رو اینطور نشون داد، همین روایت رو زنده کردن و این باعث شد از اون لحظه به بعد همین شیعیان این رو بکنن بهانه توهین و جنایت و خلاصه بیشتر بکنن جنایتشون علیه مسلمانان. درست. و من موضوعی که دیگه میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که ما مردم ایران واقعا باید امروز هوشیار باشیم، روشن باشیم و افرادی که از تربه این رژیم جنایتکار میخورن رو شناسایی بکنیم، بشناسیم، کم کم در دور و برش نشینیم، یعنی کم کم براش کف نزنیم، براش هورا نکشیم یا براش تکبیرم نکشیم حتی، چون که واقعا امروز این اشخاص هستن سبب استقامت و ماندگاری این جنایتکاران، این رژیمی که شما هرچی نگاه میکنید در کتب حتی خودشون که پر از تناقضه نشون میده که خیلی خیلی بیشتر ما برای اون روایتی که خودشون درست کردن عمل میکنن برای فساد و خونریزی مسلمانان. همین جنایتکاران بودن که مردم ایران رو، اونایی که به هر صورت از تربه رژیم میخوردن، لشکر کردن، سپاه کردن، فرستادن سوریه برای قتل عام مسلمانان. در کشور ایران خیلی مردم مسلمانان رو کشتن، بس نبود رفتن سوریه، اکنون در عراق هستن، حتی میخوان به افغانستان هم برن. یعنی اینکه ببینید ثروت و پولی که در کشور ایران نفت از دست این جنایتکاران افتاده، اینم تقدیر الله سبحانه و تعالی برای امتحان ما مسلمانان و این جنایتکاران به وسیله این ثروت هنگفت و عظیم دارن خون مسلمانان رو میریزن، تنها و تنها خون مسلمانان رو میریزن. شما ببینید حتی مردم مظلومی که در کشور ایران ادعای حقوق خود رو از این ثروت عظیم دارن، اینا متهم میشن به تجزیه طلبی، متهم میشن به جاسوسی، متهم میشن به مفسد فی الارض. گویین که مفسد فی الارض خود این هستن. شما میگویید اینا مذهب هستن، ولی من باور دارم که این دین است، چون که واقعا مذهب از اسلام شاخه میگیره، از سرچشمه میگیره. اگه ما تعریف مذهب بکنیم 4 مذهب داریم، ولی اونا در داخل این مذهب نیستن، چون که واقعا عملا دشمن هستن با دین اسلام، عملا با الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم در سدیس هستن، با دینش در سدیس هستن. خیلی وقتا به ما مسلمانان میگن شما موحد هستید، شیطان رجیم هم موحد بود، الله پرست بود. یعنی شما احساس بکنید ما با این جنایتکاران طرف هستیم که گویین که خیلی احادیث رو از شیطان نقل میکنن برای اثبات دین ساختگیشون. شما خیلی این موضوع رو اشاره کردید در برنامه خودتون. خب ممنونم که این فرصت رو به من دادید. الله مطالبتون کنه. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اینا باید همینطوری یک سناریویی بسازن، همیشه در حالت جنگ باشن، همیشه در حالت عزاداری باشن، همیشه در حالت به سر و کله هم دیگه زدن باشن، چون بقایشون در همین دروغ‌ها و تلبیس‌هاشون است. اینا اگر با ملت صادق باشن یک لحظه هم دوام پیدا نمی‌کنن.
بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. دوست عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم خوب هستین؟ سلامت باشید. تشکر از شما. بفرمایید. زنده باشید. یک ویدیویی برای شما تو واتساپ فرستادم، اینو میشه نگاه کنید؟ باشه انشالله بعد از برنامه نگاه میکنیم، اگر قابل پخش بود در هفته آینده پخش میکنیم. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر. شما در نکنم. سلامت باشید. زنده باشید. و این نظام هایی که بر اساس این دروغ ها بنا یافته، اینها همیشه باید ملت ها رو به جان همدیگر بندازن و سر و راز بقایشان هم همین است. چرا اگر اینها بخوان که وحدت و همبستگی و اتحاد بین ملت و بین امت اسلامی ایجاد بکنن، دیگه نیازی به اینها نخواهد بود. اینا شاگردان ابلیسن، اینا پیروان یهودن و کسی که این فکر و این مذهب رو، این دین رو ایجاد کرده، به قول دوست عزیزمون این دین رو ایجاد کرده، یک یهودی است. عبدالله ابن سبعی یهودی، خودشون اعتراف کردن که این دین رو اختراع کرده. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید، شما رو خط هستید. بله. یکی از دوستانی که پرسیدن در مورد مؤسس این مذهب، من خدمت شما عزیزان این رو نشون بدم. این کتاب فرق شیعه هست از نوبختی و قمی و در فرقه 54 در این مورد صحبت میکنه که این اولین فرقه‌ای بود که به قضیه امامت اعتقاد داشت. اصحاب عبدالله ابن سبع بودن، طعن و لعن بر ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه رو اعلان کردن و ادعا میکردن که علی ایشان را امر کرده و اینا کسایی بودن که خلاصه همین اعتقاداتی که شیعه امروز دارن اینها داشتن. بعد میگن که عبدالله ابن سبا یهودی بوده، کان یهودیاً فاسلم و وال علیاً و کان یقول و هو علی یهودیتی فی یوشع ابن نون بعد موسی علیه السلام. قبل از مسلمان شدن، در زمانی که یهودی بود، میگفت که یوشع ابن نون امام است بعد از موسی. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم همین حرف در مورد حضرت علی زد، گفت که علی بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امام هست. بعد میگه که از همین جاست که اولین کسی بود که گفت که امامت فرض است و اظهار براءت کرد. میگه از همین جاست که دشمنان شیعه میگویند که اصل رافضه‌گری از یهودیت گرفته شده و کشف مخالفی اکفرهم و من هنا قال من خالف شیعه ان اصل رفض ماخوذ من الیهودی، که مخالفین شیعه میگن که اصل این دین که هست از یهودیت گرفته شده. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد اصفری خوب هستین انشالله؟ سلامت باشید. تشکر از شما. واقعا
بسیار دوستتون دارم. خداوند شما را حفظ کنه. با خاطر سلامت روح باشید. خیری میکنه. خداوند شما را سلامت باشید. عمر قرآنی نصیب کنه. باور کنید یقین کنیم همین دقیقه ما تقریبا 1 سال از برنامه شما رو تعقیب میکنم. یعنی میشه باور که از دسته که تماس با شما را شد، از دسته که ضعف زده هستم، دست پای من لرزه گرفته که با شما صحبت میکنم. استاد بزرگوار، الله مطال احسان کنه برادر عزیز. زنده و سلامت باشید. زنده باشین استاد بزرگوار، زنده باشین، سلامت باشین. استاد بزرگوار، من یک شکایت از مردم بزرگوار افغانستان هم طالبان یک شکایت دارم. خودم گرچه در زندگی میکنم، میفهمم آمدن از اینا بیشتر مچ موضوع برنامه ترام هست نیست. بفرمایید برادر عزیز. مادامی که تماس گرفتید بفرمایید. استاد بزرگوار کلانای از یاد درست از آدمای خوب هستن، همه جا که آمدن بس فساد و کل چیز از بین افغانستان شکر افغانستان آرام میشد. اما استاد بزرگوار بعضی از افراد در بین از اینا هستن که بسیار مردم آزاری میکنن، در امر بالمعروف نهی عن المنکر چپن سفید میپوشن، داوطلب میگردن که اگر عارفی باشه، اگر ساز یا موسیقی باشه 10,000 20,000 از اینا پیسه بگیره، باید میمانه سازبانه. هر کس آزار میتن، مردم بر جوانان رو استاد میکنه. شخصا خودم استاد کرد که چرا موی درقم است، چرا ریش درقم است. استاد بزرگوار در 23 سال نوبت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اگر یک جای آمده باشه که یکی گفته باشه چرا ریش در قسمت گردن ما بیاید بزنن. من خودم بچه 21 سال هستم، مال سنت خودم آگاه هستم از خوخ مولوی های امینا که هستن آگاه تر هستم. اما استاد میگن باسیلی میزنه، چرا ریش درقم است، چرا موی درقم است. خب با کدام پیشکی شکایت کنیم؟ مثلا دولت خود از یاد پیشکی شکایت کنیم، صدای ما رو کی میشنوه؟ پیش خود از یاد بریم با یک مرمی میزنم میکشم میگه داعش بود، یا مثلا میخواستن سر ما حمله کنن. این خود ما خدا میفهمه چی کنیم استاد. درست میفرمایید. زنده باشین استاد بزرگوار. ما صدای ما بجای صدای شما، همه رسانه شما، رسانه نور خدا شما را اجر نصیب کنه. صدای ما فقط به شما میرسه استاد بزرگوار. می استاد کرد باسیلی مرا زد در وجود که جوان هستم، باسیلی مرا زد چون ریشی در قمت، چون موی در قمت. خوب مسلمانو آدم تو کتم جواب مرا فردا روز قیامت از مشهر تو خود نمیتی، گناه مرا تو خود نمیگیری. تو با کدام حق میگه میره؟ سنت ریش ماندن سنت درست است، اما بس 23 سال نوبت حضرت محمد صلی الله علیه و یک بنده خدا رو نگفت چون ریش نمیمونی، چون ریش نمیمونی یا چون موی در قسمت. اینا استاد اسلام از چیز نام اسلام اینا بعد کرده، این از اسلام سوء استفاده میکنن. مثل که سر ایرانی ها ما خنده میکنیم که اینا ایرانی ها نام اسلام بد کردن، آنها خودم افغانی های ما شما خودم طالبان نام اسلام بد کردن. دخترها را مکتب نمیمونن، مردم آزاری میکنن دیگه، پسلا را میگیرن و گفته اگام تا سر آدم میگیرن قید کش میکنن و بسیار گمش که استاد فساد زنه که بوزی چیزی که از خود از اینا میکنه استاد، خود از اینا باور که خود امینا میکنن. شما درست و چند برنامه بعدی بشیندن از اینا تعریف کردین، درست از اینا که بدترش بود، شکر خدا اونا رفتن اما اینا استاد بزرگاشان خوب هستن، نمیمونن گپای داخلی در بیرون رسانه‌ای نمیمونن. شبا بسیار مردم از سزیا بتنگ است. چه کنیم؟ چاره چی است استاد؟ ویدیو بگیریم گیر کنم میدنه با یک مریم میدنه میگه این دشمن بود یا میگم مثلا یک جاسوس بود، بشکی بریم دولت به خود از یا کی ما رو پرسان بخصاص میکنه. درست باشه، در این مورد صحبت میکنم انشالله. تشکر از شما برادر عزیز. الله مطال احسان کنه. تشکر از شما. من قبلا در یک برنامه در این مورد مفصل صحبت کردم دوستان عزیز که امر معروف و نهی از منکر برای توجیه و ارشاد و هدایت مردم است. وظیفه یک امر به معروف این است که باید مردم رو نصیحت بکنه، نه اینکه بر بالای اونها حکم اجرا بکنه. سیلی زدن یعنی مجازات کردن. اصلا خود سیلی زدن در دین اسلام از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم منع شده.
به صورت زدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن. این کسی که به صورت میزنه این به بانه امر به معروفی خودش باید امر به معروف شود. و این مسئله رو باید جدی بگیرن. چند روز پیش من سخنان یکی از والیان امارات اسلامی رو فکر کنم از پروان بود که در این مورد صحبت میکرد و فکر کنم با آمرین امر معروف صحبت میکرد و با اونها خیلی تند بهشون هشدار میداد که با مردم اخلاق و رفتار خوب بکنیم. بله گفته شما انسانهای خوب انسانهای بد هستن. دیروز که دوستان پیامی فرستاده بود که بله جلوی من دیدم الان با مثلا یک دستفروشی در کابل این گونه برخورد کردن. یک مسئله این است که برخورد بد با ملت در هر جا صورت میگیره، حتی در کشورهایی که دم از دموکراسی و حقوق بشر میزنن. در اروپا و آمریکا شاید روزانه بشنوید کلیپاشون پلیس بدرفتاری میکنه یا مامورین دولتی بدرفتاری میکنن. این امکان داره در هر کشوری اتفاق بیفته، اما باید از طرف دولت این مسائل پیگیری بشه و در قضیه امر به معروف مردم موظف هستند که اگر که افراد امر به معروف گاهی اوقات بدرفتاری میکنن، توهین میکنن، اهانت میکنن، ازشون شکایت بکنن. با پلیس، به استخبارات، به مسئولین شکایت بکنید تا جلویشان گرفته بشه. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لطفا صدای تلویزیون رو ببندید. سلامت بشید. میگم آقای انصاری شما از کدوم کشوری که مثلا از افغانستان معلومات دارین؟ ما از همه کشورها هستیم برادر عزیز. الله متعال حفظتون میکنه. تشکر از شما. تشکر از شما. دوستان عزیز، یعنی اطلاع داشتن از اخبار روز از کشورها این وظیفه هر مسلمان هست. ما باید اطلاع داشته باشیم از وضعیت دنیا، نه اینکه خودمون رو مثلا در یک محیطی بسته قرار بدیم که هیچ امر مسلمانی برای ما مهم نباشه. امروز اگر در اروپا، در آمریکا، در چین، در هر گوشه، در اقصا نقاط دنیا یک برادر مسلمانی، یک خواهر مسلمانی، یک گروهی از مسلمان ها مورد ظلم و ستم قرار میگیرن، ما باید آگاه باشیم از وضعیت آنها. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. دوستان عزیزی که تماس میگیرن لطفاً صدای تلویزیونشون رو کاملا ببندن. ما در تماس‌های مستقیم مشکل داریم. دوستان فقط از طریق واتساپ تماس بگیرن. تماس‌های مستقیم متاسفانه مشکل داره. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. خب یکی از مشکلاتی که وجود داره این است که عزیزان ما تماس میگیرن و صدای تلویزیونشون باز هست و این سبب میشه که ما نتونیم صداشون رو داشته باشیم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خوب هستین؟ سلامته؟ سلامت باشید. تشکر از شما. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید برادر عزیز. قبل از دین اسلام کدام دین رواج بوده در دنیا؟ قبل از اسلام مسیحیت بود برادر عزیز. مسیحیت؟ بله. تشکر از شما. تشکر از شما. قبل از اسلام دین رایج مسیحیت بود و قبل از مسیحیت یهودیت بود برادر عزیز. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید.
دوستان عزیز، امیدواریم که در برنامه هفته آینده ما این مشکل تماس ها رو نداشته باشیم. به پایان برنامه رسیدیم تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود. در آن روزه که همه تانا به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيل